سلامونه. داسې څوک به کم وي چې چینه ونه پېژني، د اوبو چینه. خو زه نن د شړومبو چینې ته راغلی یم. حیران شوي به وئ. زه نن فکر وکړئ چشمې دوغ ته راغلی یم او دلته مطمئنه یم چې د شړومبو چینه نشته، خو زما په نظر ځکه دې چې ته چشمې دوغ وایي چې د دې چې مزهداره شړومبې یا تروې، مستې، چکه، پیرکي، همداسې سمبوسې او نور شیان ډېر مزهدار او خوندور دي. زه به هم ولاړه سم وبګورم چې د دې ځای کوم شی ډېر خوندور ده او ولې دلته چشمې دوغ ته د چشمې دوغ وایي یا د شړومبو چینه. به خاطر از این مسیده 14 جنگی که در افغانستان جریان داشت و این منطقه چون منطقه نزدیک به قریجات است، نفوسش هم زیاد است، به حساب پر نفوس هم هستند. به خاطر اکمال اقتصاد زندگیشان، رفع مشکلات اقتصادی خود، مردم رجوع آورد به اینجا. اونجا بالاتر یک مسجد است، او بالو مسجد کاریز او است، پورا به نام ازی زیاد مردم می آمدن اینجا به خاطر رفع خستگی خود، تشنگی خود. یک باز همین مردم از این که بیکار بودن و میخواستن یک امرار معاش کنن به خاطر نفقه عیال، ماست می آوردن، دوغ اینجا می آوردن. باز مسافرین که از طرف کابل یا از طرف مزار شریف می آمدن اینجا که باز استاد میکردن، از این ماست و دوغ استفاده میکردن. نامش ماندن چشمه دوغ، وگرنه تا سابقه ترین و تا پرتاریخ ترین منطقه در سطح ولسوالی های کابل. این منطقه نام داره به نام حسین کود و تاریخی ترین و قدیمی ترین هستند. حالا دیگه اون تا کشورهای خارج هم که اگر بری یادش میکنن چشم دوغ، به یاد اینجا میفتن که نه چشم دوغ هست دیگه. این علتش نام خدا چقدر چکنی زیاد است. من بار اول مثلا چکنی زیاد میبینم. چکنی را همیشه من دیده بودم در کاسایکای خورد، اما در این 2 سطل بسیار کلان بیخی مرا یک رقم تعجب زده کرده. دوی شړومبۍ جوړوي، عین هماغسې غټ سطل یخی د دې شړومبیو بوتلو کې ډکوي. البته دا فکر کوم د باندې خلکو دپاره ده، کله هم دوی همدلته خلکو ترکیې پوښتنه به ترې وکړم شما خودتان چند سطل جور میکنین خالی میشن؟ 20 دانه. وای خوب است اینا کار خدا بکنن. ما میرم اما تو مستقیم سر سمبوسه فروشی. نام خدایتان چقدر تیز کار میکنین. به خدا من بیخیم تایران ماندم. کدامتون زیاد تیز هستین؟ مسابقه دارین؟ اینا زیاد تیز هستن. کدام روز شده ده بین خود مسابقه داده باشین بگین که بیاین کدام موضوع سمبوسه؟ کدام روز بوده؟ کی باز برنده شده؟ تو ها سال فعلا نیستن و خیلی تیز کار هستن. بیشکتون بسیار تیز کار میکنن. این کار سخت‌تر است یا که عوار کردن سخت‌تر است به شما؟ بیشتر چیزا باز این کار سخت‌تر است یا که پر کردن سخت‌تر است؟ نه این کار سخت‌تر است. چند سال میشه شما در اینجا کار میکنید؟ من از وقتی که داده و دکان من داشتم کار میکنم. چند سال میشه تعداد این 12 سال 13 سال میشه. 12 سال از اما اوایل شما اونجا بودین دیگه. چقدر خوب. از کارتان راضی هستید؟ چقدر؟ چقدر شاگرد دارین اینجا؟ فعلا همکار براتون کار میکنن؟ جمعه 50-60 نفر هست. نه اما اصل نفر پیدا کردم. اما راز موفقیت شما من بگوین بین از چی رو مندازین که قدر مردم زیاد میایه؟ والا یه چیزی تازه است. چیزی تازه است. اونا اونجا جوش میشه کچولو. خب
دیگه ماشون نو دیگ ماندیم جوش میشن چیزی تازه است. امروز شب من میگن که دوای نزی شما چی بندازین. چی؟ خوب؟ سلام روزتان بخیر، خوب هستین؟ خدای سمبوسه چی تو خاص است که شما یک رقم به مزه میخوردین که تو بیخی این مرا مزه داد که سمبوسه بخورم. بسیار جای مشهور است خب و بسیار مزه‌دار است. طعمش و چکنی که داره بسیار مزه‌دار است. همون خاطر همیشه که میاییم که ما در این منطقه است حتما چای سوپ ما را از این میگیریم. چقدر خوب، همیشه اینا به چشمه دوغ میان و حتما از سمبوسه یا بولانی جرم خورده این؟ بولونیش هم بسیار مزه‌دار است. دوغش چطور است؟ بیشتر دوست داریم. اینا سمبوسه خور هستن، اما تو خوب سی تایت. از میله بگوین، همیشه شما میله میرین بیرون مبراین با فامیل با دوستایی که یگان وقت مبراین؟ همیشه وقت روزای جمعه طبعا همگی در جریان افرا خسته میباشیم. روز جمعه یگانه روز است که برام خستگی خود رفت می‌کنم. طبعا همراه دوستان همیشه میله میریم به خاطر از اینکه خستگی ما رفته شد و همین همراه دوستا باشیم بسیار خوشایند می‌باشیم. بولار نور دکانو ته وګورئ چې له کابل او له نورو ولایاتو نه څومره نور خلک دلته سمبوسې لا هم د پیرکیو خوړل ته راغلي دي. د ما ترڅنګ دلته کسان البته ډیر راځي خو دی هم ولاړ دی البته موږ دوست دوی نه به پوښتنه وکړو چې ولې له کابله له نورو ولایاتو دلته د پیرکیو خوړلو ته چشمه دوغ ته راځي. خوب هستین شما؟ نامتون چی است؟ فردوس جان. شما به بولانی گرفتن آمدین؟ بله. خب پس کجا آمدین؟ از کابل آمدیم. از کابل آمدن اینا همیشه چرا مردم کابل یا مردم دیگه ولایات زیادتر به خاطر یک بولانی خوردن به چشمه دوغ میان؟ بولانی همو بولانی از در خانه هم پخته میشه، اینجا همو مزیش دمو رفتن است چه قسم گپ است؟ مزیش دمو بولانی است به خاطر اگر به خانه بگیریم حال سیاستا باز آمد نشه دیگه سفر کنیم. چقدر اینا خانمایشان دوست دارن و خدا آفرین. این تا دوسته تا دیگه پیدا شوه کابل جور میشه بیخی متابات میشه. خب امروز شما تصمیم دارین چکر برین میله برین به کجا میرین؟ یا میجا فقط در چشمه دوغ آمدین؟ فقط در چشمه دوغ چند تا دوباره پس خانه میرین. خوب است به شما اشتی خوب خوش میخوایم. وقتتان بخیر. سلام، خوب هستین؟ صحتمند بخیر. بولانی تندوری است، بولانی امی دو رقم آماده میکنه؟ بولانی تندوری، بولانی تابگی، سمبوسه. خب بسیار خوب است. باز ما مزهش میبینیم چطور خواهد بود، مزه‌دار خواهد بود یا نخواهد بود؟ جور نکنیم. ما ترڅنګ یوه کورنۍ راغلې ده میلې ته چشمې دوغ ته او د دې ترڅنګ ظفرجان هم ترڅنګ مې ناسته پیرکي خوري. البته تاوایي پیرکي دوی فرمایش کړی دي. پوښتنه به ترې وکړم اول از همې مزه بولانی به ما بگوین چطور است؟ مزه‌دار است یا نه؟ بد نیست. خوب است بد. بولانی خانه مزه‌دار می باشه یا از چشمه دوغ؟ والله دیگه تا حالا نخوردیم ببینیم که ما خوردیم بد نیست. یعنی بار اولتان از چشمه دوغ آمدین؟ ایلا بیلا یک نفر پیدا کردم که بگوی بار اولم است چون همیشه امروز هر کس که ما صحبت کردیم گفتن که چندین سال میشه که ما به چشمه دوغ میاییم و همیشه از همینجا دوغ و بولانی میگیریم. برای که شما بار اولتان است چشمه دوغ چطور میبینین؟ چشمه دوغ جای است که تفریح است برای مردم، یک جای بسیار مشهور است. مردم از سراسر افغانستان از 34 ولایت میان همیشه حتما یک سر میزنن بولانی دوغ نوشیجان میکنن. بله. و یک آواسانه است تقریبا دیگه چیزیست که در سمت شمالی زیاد مشهور است و هر کس میان از همینجا دوغ بولانی میگیرن. شما هم از بولانی خوردنتان، از ماست همونتون مزه‌دار، از چکنی و از خربوزه خوردنتان لذت ببرین، برین بگردین دوغ بگیرین، همراه فامیل چکر بزن.
تر اوسه چې شمې دوغ ته نه یاست راغلي راشئ او د دې ځای له خوندورو پیرکیو سمبوسو او شړومبیو خوند واخلئ. د زاویې میډیا یوټیوب چینلونه لایک او سبسکرایب کړئ.